ما جز مصرف‌ترین ملت‌ها هستیم. مصرف اینا تو سر مردم هم بزن. آقا مصرفیم دیگه. نه خیر، کی گفته مصرفیم؟ شما ایران خودرو درست کردی 16 میسوزونه عزیز من. یه مجموعه رانتی درست کردی 16 میسوزونه 20 میسوزونه. خب اجازه بده لکسوس وارد شه 4 بسوزونه. بعد مردم مصرفن. آقا چرا همه چی گردن مردم میندازی؟ عزیز من هممون مصرفیم، شما هم مصرف نخیر. هستید. چرا؟ شما ما وقت زیاد مصرف شما می‌کنیم. ماشین گند دست ما دادی. آقا میزان ما مجبوریم این سمند آشغال سوارشیم 16 بسوزونه. خب ما چیکار کنیم؟ آقا 16 نمیسوزونه کمتر هم شما اولا سمند چند کشورها بعد با لکسوس یکیه. میگم به شما میگم دیگه شما رانت بزرگی به نام ایران خودرو درست کردید. بزنم. شما رانت بزرگی به نام ایران خودرو درست کردید بعد میگید مردم مصرفن. شما دارید این بلا رو سر مردم میارید. ببینید نایز من وقتی شما سوخت و مفیدی هر چیزو مفیدی توش اسراف میشه. الان میزان مصرف برق کولرهای ما باز میگه مفیدی از میزان مصرف برق کل مصر بیشتر است. خب ما اسراف میکنیم. اینکه دیگه همه دانشمندان دارن میگن آقا میزان دانشمند نیستن، اونا مالکشن، اونا مزدورن. مردم ایران چیزی ندارن بخورن که زیاد مصرف کنن. 7 دهک زیر خط فقرن آقا. اونا خط فقر چه ثروتمند 7 دهک آقا ما برق ثروتمندان 1 دهکن. چی میگی؟ این دروغا چیه؟ دروغ شما داری میگی. آقا جون مردم فقیرن چجوری دارن؟ چجوری میگی مردم مصرفن؟ به خاطر تفکر شما مردم مصرفن؟ فقر